به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. تخت خوابت رو مرتب کن، یا عنوان دیگر چیزهای کوچکی که میتوانند زندگیت و شاید دنیا را تغییر دهند. نویسنده ویلیام اچ مکریون هستش و موضوع در حوزه موفقیت و خودیاری. مترجم کتاب آقای حسین گازر و انتشارات کتاب کوله پشتی در سال 1396 این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته کوتاهی درباره نویسنده کتاب آقای ویلیام اچ مکریون برای شما میخونم. ویلیام هری مکریون دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده است. او در 6 نوامبر سال 1955 در کارولینای شمالی به دنیا آمد. پدرش افسر نیروی هوایی بود. خانواده مکریون در کودکی او به تگزاس نقل مکان کرده و در سن آنتونیو ساکن شدند. مکریون در دبیرستان تئودور روزولت تحصیلاتش را ادامه داد و پس از اتمام آن وارد دانشگاه تگزاس شد. مکریون در سال 1977 مدرک لیسانس خود را در رشته روزنامه‌نگاری گرفت. او دوره فوق لیسانس خود را در دانشکده نیروی دریایی گذراند. مکریون از سال 2008 تا 2011 به عنوان نهمین فرمانده مرکز فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده خدمت کرد و همچنین اولین مدیر مرکز هماهنگی نیروهای عملیات ویژه ناتو است. آخرین مأموریت مکریون در ارتش امریکا فرماندهی تمام نیروهای عملیات ویژه بود. مکریون پس از 37 سال خدمت در نیروی دریایی ارتش ایالات متحده در سال 2014 بازنشسته شد. او پس از بازنشستگی از نظام در دوره‌ای به ریاست دانشگاه تگزاس رسید. مکریون یکی از منتقدان سیاست‌های داخلی و خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بود. این ژنرال بازنشسته نویسندگی را نیز تجربه کرده و تجارب خود را در قالب پرفروش‌ترین کتاب خود با عنوان تخت خوابت را مرتب کن منتشر کرده است. عناوین فصل‌های این کتاب 10 فصل هستش که این 10 مورد از موارد این کتاب هستش برای اینکه وقتی بیدار میشی و تخت خوابت رو مرتب میکنی همه چیز رنگ و بوی جدیدی به خودش میگیره و چکیده یک عمر فعالیت در ارتش و تجربه های سخت و پرچالش و تعمقات نویسنده این کتاب هستش. این کتاب بسیار جذاب و دلنشین هستش. خب لطفاً با من همراه باشید تا قسمت هایی از این کتاب رو برای شما بخونم. فصل اول. کار امروز به فردا مگذار. اگر میخوای جهان رو تغییر بدی از تخت خوابت شروع کن. آسایشگاه‌های دوره آموزشی نیروی دریایی ساختمان‌های 3 طبقه پیش پا افتاده است که در ساحل کورنادوی کالیفرنیا قرار دارند. تنها به فاصله تقریباً 100 متری از اقیانوس آرام. هیچ کولری هم در ساختمان تعبیه نشده و شبها وقتی پنجره‌ها باز هستند میتوان صدای جزر و مد و برخورد آب با ماسه‌ها را شنید. اتاق‌های آسایشگاه هیچ تجملی ندارند. در اتاق افسر که من با 3 همکلاسی دیگرم آنجا میخوابیدم فقط 4 تخت خواب و کمدی برای آویزان کردن یونیفرم ها وجود دارد. آن روزهایی که من در آسایشگاه میمانم از تخت خواب ویژه ارتشی بیرون میآیم و سریع مشغول مرتب کردن آن میشوم. این اولین وظیفه روز است. روزی که میدانستم پر از بازرسی های بدنی، شنا کردن های طولانی، دویدن های طولانی تر، مسیرهای پر از مانع و از اذیت‌های دائمی از سوی مربی‌های دوره آموزشی خواهد بود.
وقتی رهبر کلاس، صدفان سوم دنیل استوارد، مسئول آموزش، وارد اتاق شد، فریاد زد: خبردار! کنار تخت ایستادم و پاشنه‌هایم را به هم جفت کردم و صاف ایستادم. ناوبان دوم به من نزدیک شد. مسئول آموزش سختگیر و بی احساس شروع به بازرسی یونیفرمم کرد تا مطمئن شود درست بسته شده است. با نگاهی که از بالا به پایین هیکلم انداخت، سانت سانت لباسم را وارسی کرد. آیا خط اتوی پیراهن و شلوار درست و صاف بود؟ آیا سگک کمربند از تمیزی برق می‌زد؟ آیا پوتین‌ها به خوبی باکس خورده و براق بودند، طوری که تصویر انگشتانش را در آنها ببیند؟ وقتی از رعایت استانداردهای دوره آموزشی نیروی دریایی راضی می‌شد، به سمت تخت خواب‌ها حرکت می‌کرد تا آنها را بررسی کند. تخت خواب هم به سادگی اتاق بود. یک قاب فلزی که تشکی روی آن قرار داشت. پتوی پشمی خاکستری رنگی هم خیلی محکم دور تشک پیچیده شده بود که گرمای لازم را در سرمای بامداد سندیگو فراهم کند. پتوی دیگری هم به شکل مربع تا شده و روی تخت قرار داشت. بالش هم که ساخت شرکت لایت هاوس آون بلایت بود، طوری وسط تخت قرار داشت که با پتو زاویه‌ای 90 درجه تشکیل میداد. اینها استاندارد بودند. اگر این استانداردها را رعایت نمی‌کردم، مجبور می‌شدم سینه‌خیز بروم. سپس در ساحل آنقدر غلط بزنم که از سر تا نوک انگشت پایم شنی شود. چیزی شبیه به کلوچه شکری. همینطور که بی حرکت ایستاده بودم، می‌توانستم از گوشه چشمم مسئول آموزش را ببینم. او به طور ملال‌انگیزی به تختم نگاه می‌کرد. دلا شد و گوشه‌های تخت را بررسی کرد و سپس با دقت نگاه کرد که پتو و بالش به درستی هم تراز هم قرار گرفته باشند. بعد از آن دستش را به جیبش برد، تاسی را بیرون آورد و چندین بار آن را به هوا پرتاب کرد تا من مطمئن شوم که آخرین مورد بررسی تختم انجام خواهد شد. در آخرین پرتاب تاس به هوا آن را رها کرد تا روی تخت بیفتد که بعد از برخورد با تخت کمی بالا آمد. تاس چندین سانتیمتر بالا پرید تا اندازه‌ای که مربی توانست آن را با دستانش بگیرد. یک دفعه سرش را برگرداند تا مرا ببیند. به چشمانم نگاه کرد و سرش را به علامت تایید تکان داد. هرگز کلمه‌ای نمی‌گفت. اینکه تخت خوابم را به درستی مرتب کرده بودند برایم شانس گرفتن پاداش به همراه نداشت، چون این چیزی بود که از من انتظار می‌رفت. این اولین وظیفه هر روزم بود و انجام درستش بسیار اهمیت داشت. این کار نظم و انضباط و توجه هم به جزئیات را نشان می‌داد و در پایان روز به من یادآوری می‌کرد که کاری را به نحو احسن انجام داده‌ام. چیزی که به آن افتخار کنم، هرچند وظیفه بسیار کوچکی باشد. در طول دوران زندگیم در نیروی دریایی مرتب کردن تخت خواب وظیفه‌ای ثابت و همیشگی بود که هر روز می‌توانستم روی آن حساب کنم. به عنوان یک ناوبان دوم جوان در بهداری زیردریایی عملیاتی USS گریبک که تخت‌های 4 طبقه داشت می‌خوابیدم. دکتر سالخورده با نمکی مدیر بهداری بود و اصرار می‌کرد که هر روز صبح وسایلم را مرتب کنم. او اغلب اوقات تذکر می‌داد که اگر تخت خواب مرتب نشود و اتاق تمیز نباشد، چطور ملوان‌ها انتظار مراقبت‌های بهداشتی عالی از ما داشته باشند؟ همچنان که بعدها فهمیدم این عقیده پاکیزگی و نظم در تمام جنبه‌ها و ابعاد زندگی نظامی اعمال می‌شود. 30 سال بعد برج‌های دوقلو در نیویورک فرو ریختند، پنتاگون به هم ریخت و در پنسیلوانیا امریکایی‌های شجاع در هواپیما مردند. در روزهای واپسین حملات من به دلیل حادثه شدید سقوط با چتر نجات دوران نقاهتم را در خانه می‌گذراندم. یک تخت بیمارستان را به اتاقم آورده بودند و من برای بهبودی بیشتر روز را روی آن دراز کشیده بودم. بیشتر از هر چیز دیگری می‌خواستم که زودتر از دست آن تخت خلاص شوم.
مانند هر سرباز نیروی دریایی آرزو داشتم که کنار همرزمانم در میدان جنگ باشم. وقتی به اندازه‌ای خوب شدم که بتوانم بدون کمک از تختم بلند شوم و راه بروم، اولین کاری که انجام دادم این بود که ملافه را خوب روی تشکم بکشم، بالش را مرتب کنم و مطمئن شوم که تخت بیمارستان برای تمام کسانی که وارد خانه‌ام می‌شوند ظاهری آراسته دارد. به این طریق نشان دادم که بر بیماری و جراحتم غلبه کردم و زندگیم همچنان ادامه دارد. در طول 4 هفته بعد از حادثه 11 سپتامبر من به کاخ سفید منتقل شدم و 2 سال بعد خدمتم را در اداره مبارزه با تروریسم گذراندم که به تازگی شروع به کار کرده بود تا اکتبر 2003 که در دفتر فرماندهی موقتی عراق و در فرودگاه بغداد بودم. طی چند ماه اول در کیسه خواب‌های ارتشی می‌خوابیدیم. با وجود این هر روز صبح زود بیدار می‌شدم، کیسه خوابم را جمع می‌کردم، بالش را در بالای کیسه خواب جاسازی می‌کردم و برای شروع روزم آماده می‌شدم. ارتش ایالات متحده در دسامبر 2003 صدام حسین را دستگیر کرد و زمانی که زندانی ما بود، او را در اتاق کوچکی نگه داشته بودیم. او هم در کیسه خواب می‌خوابید، اما با ملافه لوکس و یک تشک. می‌خواستم روزی با صدام ملاقات کنم تا مطمئن شوم که سربازانم از او به درستی مراقبت می‌کنند. با کمی حس سردرگمی متوجه شدم که صدام تختش را مرتب نکرده است. ملافه مچاله شده بود و او تمایلی به مرتب کردن آنها نداشت. طی 10 سال بعد من افتخار همکاری با برخی از بهترین مردان و زنانی را داشتم که این سرزمین به خود دیده است. از افراد عام و خاص، دریاسالارها تا ملوان‌های تازه استخدام شده، از سفیران بلندپایه تا منشی‌ها، امریکایی‌هایی که در پهنه دریاها مستقر شدند تا از جنگجویان خود حمایت کنند. با میل و رغبت قلبی پا به این میدان نهادند و برای حفاظت از این ملت بزرگ فداکاری می‌کنند. همه آنها می‌دانند که زندگی سخت و طاقت فرساست. گاهی اوقات چیزهای بسیار ناچیزی وجود دارند که شما می‌توانید با انجام دادنشان ماحصل روز خود را تحت تاثیر قرار دهید. در نبردها سربازان می‌میرند، خانواده‌ها داغدار می‌شوند و روزها طولانی‌تر و پر از اضطراب می‌شوند. شما دنبال چیزی هستید که تسلای خاطرتان باشد، چیزی که انگیزه شروع روزی جدید را در شما بیدار کند و بتواند حسی از غرور و افتخار را در این دنیایی که گاهی به زشتی می‌گراید در شما به وجود بیاورد. اما این فقط موضوع میدان جنگ نیست، بلکه زندگی روزمره و عادی ماست که نیازمند این حس ساختن است. هیچ چیز نمیتواند جایگزین قدرت و آرامش ایمان یک فرد شود. اما گاهی عمل بسیار ساده‌ای مانند مرتب کردن تخت خوابتان میتواند نیروی انگیزشی لازم برای شروع بهتر روز را در شما ایجاد کند و پایان خوش و پرحاصلی را برایتان فراهم نماید. اگر می‌خواهید زندگیتان و شاید جهان را تغییر دهید، از مرتب کردن تخت خوابتان شروع کنید. در برهه‌هایی از زندگی همگی با لحظه‌ای تاریکی روبرو می‌شوید. اگر این لحظه از دست دادن یکی از افرادی که عاشقش هستید نباشد، در این صورت چیز دیگری روحیه شما را خراب می‌کند و به تفکر در زندگی وامی دارد. در آن لحظه تاریک و سرد به درون خود رجوع کنید و بهترین خود باشید. هیچ یک از ما از لحظات دردناک زندگی در امان نیستیم. مثل آن قایق پاروی کوچک که اساس تمرینات دوره نیروی دریایی ما بود. لازم است که همه ما گروهی از افراد خوب و درست را برای رسیدن به مقصد زندگی در کنار خود داشته باشیم. شما به تنهایی از پس پارو زدن بر نمی‌آیید. کسی را پیدا کنید تا زندگی خود را با آن قسمت کنید، تا جایی که امکان دارد دوست پیدا کنید و هرگز فراموش نکنید که موفقیت شما در گرو دیگران است. سرهنگ دوم ارتش که مسئول مأموریت آزادسازی بود به من اطلاع داد که باید حمله خطرناکی را در روز انجام دهند.
بدتر از همه این بود که تنها راه برای انجام موفق عملیات فرود 3 هلیکوپتر نیروی نجات در میان آن محوطه کوچک بود. ما در مورد گزینه‌های دیگر تاکتیکی صحبت کردیم، ولی سرهنگ دقیقاً درست میگفت. اگر شانس غافلگیر کردن دشمن را داشته باشید، بهتر از شبانه برای عملیات نجات اقدام کنید. ولی این بار این گونه نبود و اگر نمی جنبیدیم گروگان‌ها جابجا و یا کشته می شدند. من مأموریت را تایید کردم و ظرف چند دقیقه نیروی نجات 3 هلیکوپتر شاهین سیاه را اعزام کرد و در مسیر محوطه گروگانگیری مستقر شدند. خب بیشتر از این از متن این کتاب در اختیار من نیست. من فقط 10 فصل این کتاب رو برای شما میخونم، چون 10 فصل همون 10 موردی هستش که برای زندگی بهتر لازم دارید که حتما داشته باشینش. برای دریافتن تنوع عناوین کتاب و کاربردی و دلپذیر بودن آنها، بهترین روش نام بردن از عناوین این 10 فصل است. 1. کار امروز به فردا مگذار. 2. تو به تنهایی از عهده‌اش بر نمیایی. 3. تنها چیزی که مهمه وسعت قلب شماست. 4. زندگی عادلانه نیست، به مسیرت ادامه بده. 5. شکست باعث قوی‌تر شدن شما میشه. 6. باید جسارت زیادی داشته باشید. 7. در برابر زورگوها بایستید. 8. در موقعیت درست قرار بگیرید. 9. به دیگران امید بدهید. و 10. هرگز تسلیم نشو. عنوان 10 فصل کتاب تخت خوابت را مرتب کن. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم که اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.